آدمان برای نگاه داشتن خاطره قوی حتی به طبیب یا پزشک مراجعت میکنند، ولی شخصان را هم دیدن ممکن است که خاطره طبیعتاً فوق‌العاده قوی دارند. فریدون رحمانقلوف یکی از این جوانان است که خاطره بسیار قوی دارد یا ذهن بسیار قوی دارد. او میگوید که در از یاد کردن قیمت پی پیشتاز است و فعلا 5000 قیمت پی را از یاد میداند و با گفته او تا اندازه‌ای که او از سرچشمه های اطلاع دارد، در برابر او در آسیای مرکزی و تاجیکستان به اندازه او قیمت پی را از یاد نمیداند. امروز فریدون رحمانقلوف در دفتر آزادگان است و از خاطره قوی و از دستاوردهایش برای ما میگوید. خوش آمدین فریدون. خب در اول میخواستم بگویین که قیمت پی، خود قیمت پی چی است؟ قیمت پی این خودش یک کنستانت یعنی دومی متماتیکی بوده، نسبت درازی دوره رو بر دیامتر اون افاده میکند و این قیمت از دوره بابلیون مشهور است. تاریخ روز انیق پیدا شوی این قیمت معلوم نیست، اما این قیمت برای چه حرف پی است و حرف س و دن، برای اون که از حرف اول کلمه یونانی پریفر گرفته شده، معناش پریمتر خود درازی دوره می باشد. برای این رو با افتخار همین پریفر پی میگویند کوتاه شده. البته پی خودش برابر است با 3 از 14. اصلا این رو ما در مکتب و در مجا تقریبا قبول میکنن 3.14، اما از بس که پی عدد ایراسیونالی و ترانسندنتی یعنی عدد ایراسیونالی گفته و عدد دهی غیر دوری به آخر است و بعد از ویرگول دیگر رقماش دوران تکرار نمیشوند و تا اندازه که من میدونم بعد از قیمت پی اوزر کامپیوترها حساب کردگیان فقط 13 از 3 تریلیون رقم رو، یعنی این از آن شده میده که این قیمت حقیقتا بعد از ویرگول رقماش به آخر ندارند و آدمایی هستند که برای مشق دادن مثال معاینه سر یا که برای گذاشتن رکورد، برای در ساحه در خاطره نگاه داشتن و حفظ نمودن هر چقدر میتونن بیشتر با قابلیت خود همین رقم‌ها را زیاد میکنن، بعد از ویرگول تا چند هزار زیاد میکنند. خب شما از کجا میدانید که در آسیای مرکزی یعنی فعلا شما هستید، یعنی حاضر شما هستید که 5000 رقم قیمت پی را میدانید و یعنی کسی بالاتر شما نیست؟ اوزی من همین قدر که از اینترنت با خبر هستم و چقدر در اینترنت مثال جستجو کردم، من فقط در اینترنت میکوبم جستجو میکنم، میدونم که در قطعه دیگر جهان از میکنن، اما در آسیا میانه کدام اینترنت سایت که درماندگی نبودم وجود نوشتگی نبود، معلومات نبود، ممکن باشه لیک نبود، لیک اگر میبود با گوش می اومد چی که در دیگر جهان کسی که ازیاد کرده است و من همه دیدگی میدونم که کدام سال چقدر رقم را ازیاد کرده است و من در همین سال گفتم ازیاد کرده در تاریخشان و آسیا رکورد را موندم. ولی و فعلا کی از همه یعنی در جهان کی از همه بیشتر یعنی بیشتر از شما میداند؟ کی هستن این شخصا؟ وای است مثلا آدمی که در کتاب رکوردهای گینس قید شد و یک تای آدمی یعنی مردک کتایی لیو چاو و سال 2005 67890 رقم را گفت با وای بعد در کتاب رکوردهای گینس قید شد. بعد از وای کمتر از 2 آدم از ژاپن، یک در 40000 دیگرش 52000. بعد مثال در اوکراین از یک بچه 10000، در روسیه 6006 رقم و منم در یک مدت کوتاه که وقت داشتم ازیاد کردم، با وقت شاید با ازیاد میکنم، یعنی خود من وابسته است. حاضر شما رکوردمن آسیا مرکزی هستید؟ البته این اما خیلی وای است که اما 68000 یا که چند هزار باشد و یک مقداری است که به وای رسیدن ممکن است، فقط در یک وقت اگر خالی باشد و آدم از اون میکنه. بس که ما با اجرای کار دیپلمی بند هستیم و این در یک حالت شد که درسان بسیار شدن، من به یک حالت آمده این رو
якдам ایستادم و دیگر ازیاد نکردم. باز با وقت میشه با ازیاد میکنم دوام دادم میگیرم. خب از خودتان بگوین شما در کدام دانشگاه و در کدام رشته تحصیل میکنید؟ من در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک اسمی تحصیل مینمایم در بخش 4 فاکولته ساختمان و معماری اختصاص ساختمان صنعتی و شهروندی. خب این همین قابلیت فوق العاده ای که شما دارید این در کار و در اختصاص شما هم کمک میکند؟ البته چیزی که من ازیاد کردم و خودش عقبه نشود فقط برای نشان دادن خاطره اما قابلیتی که دارم و با ما میتونم که مثال چیزهای دیگر رو در یک مدت کوتاه ازیاد کنم. هر قدر قابلیت زودتر باشد اما قدر خواندن و ازیاد کردن در یک مدت کوتاه صورتتر میگیرد. یعنی این دو چیز است که وقتی با هم دیگر بودن و او را زد میزند یک دائمی میبرد که یک تشکیل شود دیگرش و میده. مثال قابلیت زیاد باشد وقت کمتر، قابلیت کم باشد وقت زیادتر صرف میشود. خب شما حالا تلاش دارید که یعنی ریکاردسمن جهان شوید؟ البته میخوام که ریکاردسمن جهان شوم، نه تنها فقط در ساحه مثل ازیاد کردن همین رقم‌های پی، بلکه دیگر قابلیت هم دارم که اون رو بعدتر نشان میتونم از ماهای من بعدا. ممکن این ماه باشد، ممکن ماه دیگر، آزی هم در پیش است. خوب مثلا برای از یاد کردن 10,000 رقم پی چقدر وقت لازم است؟ 10,000 رقم پی اصلا گویم از چیزی که من قید کردم، مثال تابستان که ماه ایون بود، من یکم بار در اینترنت دیدم این چیزی بود که 24 ایون 25 ایون با ازیاد کردن همین رقم مشغول شدم. اما نوبسته از اون که من نفهمیدم که این رو رقم رو ازیاد میکنن، من دیدم که یک روز پیش در اوکراین 24 میلیون اما ارتیوم گارین رکورد رو موند و من 25 میلیون سر کردم ازیاد کردن، اما 25 در نفهمیدم که 24 در رکورد موندگی. من نوبسته اول سر کردم و بعد 26 دیدم که 24 برای رکورد موندگی هستن. بعد این 10,000 رقم گفتید و اونقدر وقت زیاد نمیگیرد. اصلا چیز گفتن لازم است که برای من رقم رو ازیاد کردن وقت زیاد نمیگیرد، بلکه تکرارشان وقت زیاد میگیرد. ازیاد کردن یعنی یکم بار در معنی سر جای نمودن عدد رقم وقت نمیگیرد. اونقدر 10,000 در 10 روز ازیاد میکنم. مثال یا که گیرم در 8 روز 7 روز وابسته از مشق. مثال یک تابستان وقت سنجیدم 40 دقیقه موندم، دیدم که 400 رقم ای با وابسته رقم هم هست. مثال 5 تا 6 باشد و اما خیلی علاقه در معنی سر میدرد و بسید رقم هاست. اما را در 10 روز میشن ازیاد کردن، اما تابستان بود استراحت کنم ازیاد کردم. چون که هم آدم استراحت میکند با هم ازیاد میکند. وقتی من کمتر ازیاد میکنم با بسیار تکرار میکنم. وقتی زیاد رو تکرار میگیرد و برای گفتن رقم تیز فقط از تکرار بسته است. یک بار ازیاد میکنم دیگه در معنی سر تکرار میکنم. شما این جریان ازیاد کردن یا جریان در ذهن نگاه داشتن این رقم ها چگونه است؟ مثلا شما در تنهایی میشینید یا این چگونه صورت میگیرد؟ این فرق ندارد و بعضی رقم ها را یک نگاه قطع ازیاد میکنم. نگاه قطع ازیاد میکنم. در اصلا تابستان من توقع بودم اما در توقع تنهایی یکم کسان باشد من بود در اونجا ازیاد کردن میتوانم. شما اگر این رقم ها را ازیاد میدانید و یعنی 10 رقم و 10,000 رقم را اگر در خاطر نگاه دارید، پس در تحصیل و در دانشگاه در درسخانه هیچ مشکل ندارید نه؟ نه البته مشکل نیست. خب ما نباشد حاضر برای که بینندگان ما واقعا معتقد شوند که شما این مقدار رقم را ازیاد میدانید، ما شما را میسنجیم. خب اینجا فریدون با خودش 10,000 رقم آورده است. نه 1000 اینجا 1000 رقمی 10 رقم آورده است و 4000 دیگر در خانه. در خانه و 4000 رقم دیگر در خانه هستند. آماده 5000. این 10,000 رقم، این 1000 رقم شما ازیاد میدانید. البته. حالا خب نباشد ما اینجا یک میسنجیم که شما واقعا این چیزها را ازیاد میدانید یا نه. خب شروع میکنیم. خب نباشد من از تا 3 حساب میکنیم و شما با گفتن رقم ها شروع میکنید. 1 2 3.
آفرین. واقعا واقعا ذهن بسیار فوق العاده و این قابلیتی که شما دارید بغیر از خود کردن، بغیر از در ذهن نگاه داشتن رقم ها، باز در یگان مثال از خود نمودن کلمه یا شعر هم هست؟ البته وای معلوم می شود که بسیار از یاد کردن کلمه و رقم قیمترش از یاد کردن پای در پای رقم ها است. چه باکی رقم ها آدم وای میکنن عددش میکنن کلمه باشن، هر یک کلمه رو آدم به خودش میدونه. مثال کلمه از یاد میکند. اصلا شعر من نمو دوره مکتب از یاد کرده دیگه گفت وای من دیگه ذوق نداشتم و از یادم نکردم. باز نمیدونم که چه خیلی از یاد میکنم. اما چیزی که با کلمه داخل دارد اصلا اما کلمه های انگلیسی که خودم می نویسم، مثال انگلیسی خودم می نویسم در 15 دقیقه کلمه که خودم می نویسم 100 از یاد میکنم. در یک ساعت 400. در 15 دقیقه چند کلمه؟ 100 کلمه را از یاد میکنم. اما کلمه که خودم می نویسم ممکن کلمه که شما نویسید و در 20-22 دقیقه از یاد کنم. اما کلمه که من می نویسم در 15 دقیقه 100 تاش رو از یاد میکنم و در یک ساعت میشه 400 یعنی 4 تا 15 دقیقه در یک شبانه روز 9600 و در 25 ساعت 10000 رقم 10000 کلمه بخشش. اصلا اگر گیریم مثال این اما وقتی گفتم در یک روز 10000 کلمه از یاد میکند و ما در اون 15 دقیقه وقتی 100 از یاد میکند در 25 ساعت 10000 میشود. اما از بس که همون روز آدم امروز روزانه یگان چی خورده نه و استراحت کرده از یاد میکند و ممکن کمتر شود. چه باکی من از چیزی که میارن است میگویم. اما خوبتر میشود که در 15 دقیقه اما یک روز 100 تا از یاد کند. آدم بعد هر یک 15 دقیقه روز از یاد کرده در 25 ساعت مثال چند ماه که باشد اما 10000 رقم از 10000 کلمه از یاد کرده میشود. مثال آدمایی که واسن مثال کتاب مینویسن 150000 کلمه از یاد میدونن یا که مینویسن و من میتونم اگر با کار باشه در یک وقت کوتاه از یاد میکنم 150000 کلمه زبان انگلیسی. خب یعنی شما زبان انگلیسی را میفهمید، بلد هستید؟ البته کاملا؟ ده. خب اگر شما یعنی زبان انگلیسی را الکی فرا گرفتید یعنی میشود که باز زبانهای دیگر هم شروع کنید از خود کردن، چون در زبان آموزی یکی از مشکلاتش از خود کردن کلمه است و شما که در از یاد کردن کلمه بسیار ممتاز هستید میتوانید که یعنی به آموختن زبانهای دیگر بپردازید. این مقصد ندارید؟ البته خیلی اونقدر وای مقصد ندارم که زبان دیگر را از خود کنم. مثال در آینده کدام زبانی که مثال با کار شود با همون دولت رفتن یا که در دولت یگان چیز خوندن یا کار کردن مجبورم که همون زبان دولت از خود میکنم. اما دیگر من همون زبان را از یاد برای چی میکنم وای او خدای من در کار نیست. از وای در من مثال میتونم که همون وقت با همه چیزهای رقم و دیگر خبرت های متماتیکی تبدیل داده با جای همون وقت زبان آموزی این رقم را از یاد کنم و در این سوال ریکور مونم. خب امین از یاد کردن یعنی امین در خاطر نگاه داشتن امین رقم ها یعنی بغیر از ریکوردمانی باز چی فایده میتواند برای شما و در عموم برای جامعه بیارد؟ اصلا برای من رقم از یاد کردن این وقتی که آدم رقم از یاد میکند معلوم میشود که وای چقدر آدم رقم از یادتر از یاد کند اونقدر معنی سر آدم با همون مطابق شده دیگر رقم ها را زیادتر و تیزتر قبول کردن میگیرد. چقدر که زیادتر اونقدر تیزتر آدم چقدر که کمتر رقم از یاد کند اونقدر کمتر در معنی سر و معلوم میشه که بعضی آدم ها میگن که این را بسیار رقم از یاد میکنی سر دیوانه میشود یا که معنی سر پر میشود و معنی سر یگان انسان البته پر نمیشود. اما 100 میلیارد نیرون کدام دارد حتی در دوام تمام حیات خود و 15% امو را استفاده نمیکند. مثال آدم اصلا معاینه سرش و قابلیت‌هایش رو تو
10% استفاده میکند، اما ماکسیمالی 10 بعضی وقتا 15% میشود، از اون زیادتر نه. خب چنانه که در مقدمه گفتیم زیادی آدم ها یعنی باز زمانی که سالشون بزرگتر می شوند و یعنی بزرگ سالتر می شوند خاطرهشون ضعیفتر می شود و اونا شما چی توصیه می دهید که یعنی چی کار کنند که آدم ها خاطرهشون یعنی قوی بماند؟ یگان توصیه دارید؟ فهمیدم. وای برای آدمایی کلو میشود مثال هستن آدمایی که وای استثنا میگوین چخیلی که در امو ایام جوانی بود وای کلو میشود باز امو خاطره و امو قابلیت دارد وای استثنا میشود، اما اصلا گریم در امو فیزیولوژی که معلوم است وقتی آدم کمتر میشود وای چی کاری نکند امو قابلیتاش وای سوس شده رفتن میگیرن. اصلا مثال آدم برای مشت دادن ماینای سر اگر با فکرم اوزیگوام رقم بخواد آدم مشغول شد و همه روزی نمیشن ممکن یگان چیز دیگر خونند. مثال اصلا وقتی آدم سری میخیزد برای تیزوندن ماینای سر از 100 تا 1 برعکس حساب کند تیز بعد با یک حرف مثال یک فرق نیست کدام حرف دلخواه آدم یک فکر کند در مدت 2 دقیقه 20 نام آدم مثال حرف آ انور اسد او در مدت 2 دقیقه و وقت اوشه باشد که در مدت یعنی 2 دقیقه نام 20 آدم یا 30 آدم در مدت 2 دقیقه با همون حرف دلخواه گوید. مثال حرف ب گفته میگویم بورون بشر همین خیلی رفته میگیرد. اون نام آدم باشد یا هر کلمه دیگر فرق ندارد، فقط هم کلمه باشد. این از اون واسه است که کن آدم در همین وقت چقدر میتونه که ماینسش رو با کد دارد، اما را آدم هر روز مشق کند و زور میشود. از مشق دائمی یگان کار دیگر زورتر نیست، اما چیزی زورتر این مشق دائمی تکرارن. خب چنانه که من اطلاع دارم همون یعنی آدمایی که با رقم و سر و کار دارند خاطره تیز دارند و اونهایی که در ریاضی بسیار پیشتاز هستند اونها در این زمان معاصر با برنامه سازی کامپیوتری بسیار یعنی کار میگیرند، یعنی به این کار سر کار میگیرند. و شما هم این مقصد ندارید که به برنامه سازی و به این چیزا رو بیارین؟ البته تو زمان حاضر من تصمیم نگرفتم که به این کارو مشغول شم. ممکن بعد به این کارو مشغول شوم، ممکن چون که وقتی که آدم‌ها برنامه میسازن اصلا برای کد و پرول و موندن بعضی وقتا میشه که همون چند رقمه را از خاطرشون میبرند و برای وای یک ماینه قابلیت زورتر باشد ماینه آدم زورتر کند، اما چقدر رقمه و کد و پرول زیاد در ماینه سرش حفظ مینماید و فایده میکند. بعضا گفته می شود که شاید این یگان چشمبندی باشد یا یگان سر پشت این باشد. این چی به فکر شما این یگان یعنی اساسی ریاضی یا علمی دارد یا چی؟ مثال ازاد کردن این رقم بله یگان پیدرپی یا یگان چیز علمی است که ما اون را نمیدانیم. نه البته این عدد که است این یگان پیدرپی ندارد. اگر یگان پیدرپی می بود من عدد رو از یاد نکرده بلکه یگان مثال اما قاعده قطعی می نوشتم مثال 1 بعد جمع 3 میکردم 4 می نوشتم با یگان قاعده دیگه می بود با رقم دیگه جمع میکردم با وای می نوشتم. فرق نداره. مثال مثال با همون فرم استفاده کرده رقم دیگه شد با یگان فرم با رقم 3 شما خیلی تو چند دقیقه تو مثال به آخر رو برده میتونم. از آدم‌ها که مثال این از بس که من گفتم این رقم‌ها این عددی غیر دوری است، یعنی وای رقم‌ها در اونجا تکرار نمیشن، دوران تکرار نمیشن. تکرار میشن مثال 1 بار دیگه 1 در جای دیگر در جای 20 بار دیگر در جای 25 برای می از آدم‌ها که مثال این رو با طور گفتن بلکه با طور نوشتن ایجاد میکنن. مثال در روسیه 6000 رقم که نیکولای اسکریپکا سال 2003 ایجاد کرد و این رقم‌ها چه کنه ایجاد کردن این خیلی بلکه با یک قاعده دیگر مینیمه تکنیکا که میگوین با وای مثال ایجاد کرد. مثال این ابراز رو رقم‌ها رو در یک ابراز آورده
یک قصه میسازد و وقت قصه را ازیاد کرده موافق وقت قصه مثال رقم ها را ازیاد میکند. لیکن وقتی که این خیلی من این را تیز میگم در اون اولاد وای معلوم میگردد که من یگون چوسپیت نمیکنم که وای رقم را اگر میشم مثلا من میگفتم 14 بو فکر هم میکنم من تیز گفتم. من البته این روز در اینجا وایسا گفتم که گوش شما می وای مرا دریافت کنین اونجا در تیزتر گفتم به سفینه با. لیکن از اون رقم تماما تیزش در 2.5 دقیقه میگویم. در 2.5 دقیقه تیز میگم. اول که ازیاد میکردم 6 دقیقه بود، بعد تکرار 5 دقیقه فرماد 4 3 آخرون 2.5 بعد 2 18 اومد دیگه البته تیزتر نمیشد. چرا که وقتی که تیزتر و میکردم دیگه اما رقمو پورا تلفظ کرده نمیشم. 14 15 بعد وقتی که جایش از یک سطح به سطح دیگر به وجود میبیاد. شما در حل مسائل و معادله ها و مثال های ریاضی هم پیشرفت هستید؟ البته من کوشش میکنم. من بسیار با ریاضی مشغول هستم بودم و بسیارتر رقم را ازون میکنم. البته این هم چیز ریاضی است اما از این طرف گیریم اصلا از قابلیت انسان و از خاطره وابسته دارد. دیدم مثال نه اون آدمی که حتما ریاضی چی است و میتونه بلکه آدمای دیگر هم میتونن وابسته از نیست که آدم ریاضی باشد یا نه. خب این در خانواده شما این قابلیت و این تیز هوشی را اعضای دیگر عائله هم دارند؟ البته من این اصلا گیریم قابلیت رو اصلا نمیدونم اما معینه سر مثال گیریم اگر پدرم من نمی کار از پدرم میراثی میگیرم همین کار مثال کار یعنی تیز زیاد کردن یگان چیز اما من نمیدونم که رقم رو برای شخص چقدر زیاد کردن او برای شخص در قید حیات نیست اما همه قابلیت در علم بسیار خواندن و از زیاد کردن از همون شخص گرفتگیم. یعنی با همون طور گینتیکی میگن از همون شخص گرفتگیم و همه میندو با همون شخص. اما دادرم هم معینه سر نازورد. من یکم رو ندارم که وای رقم رو از او کند اما بسیار زیاد کده مشغول میشد. من میدونم که وای از او کده میتونم اگر همی کاره وای دائما با همی کار مشق کند. این از مشق رو بس است. بودم مثال دارد قابلیت اما دانستن و یکون توانستن اون از مشق و از یاد کردن اون چیز وابسته است. بودم اما از کودکی معلوم است که اما چرا نمیتواند در معینه سرش رو کند. یعنی فقط باید مشق کرد، تمرین کرد؟ تمرین کرد اما استعداد آدم. بله و این که میگویند مثال بعضی از آدم ها هستند که میگویند معینه سر من خسته شد، معینه سر من مانده شد که دیگر چیزی را از یاد نمیکنه. این چیز درست است؟ درست است و عموما مغز سر مانده میشود، خسته میشود؟ البته معینه سر خسته میشود و چیزی است که گویم عضو اساسی انسان است و در اجاگی بودید خطا نمیکنیم. اصلا وقتی آدم مثال میگوید که من خسته شد و من زودتر نمیتونم که همون رقم رو ازو کنم با ورزش مشغول شد زودتر. چی با که وقتی آدم سرگام میدود امی هوای تازه رو نفس میکشد. در اما هوای تازه که اکسیژن است وقتی آدم هوای تازه نفس میکشد اما خون وی بیشتر در گردش میشد. وقتی که می خون از دل آدم به معینه سر میرود معینه سر اما وی عضوی بدن انسان زودتر کار میکند. برای میگم که ورزش و تن سالم و عقل سالم چقدر آدم سریع دود اما قدر معینه سر زودتر کار میکند. چی باکی و اکسیژن خون پر از اکسیژن یعنی از اکسیژن بوی میتواند تمام رو زودتر به کار درآورد. خوب خیلی خسته نباشید. نه من خسته باشد که رقم های بیشتر از یاد کنید و اون آرزویی که دارید یعنی ریکاردسمن جهان شدن یعنی نصیبتان شود. زنده و سلامت باشید.